کسی که توی مثلا گتو میتونه باشه مثلا اگه نشناسیم، یعنی اگه بگو اگه اینجوری باشه که یه آدم ناشناس نباشه، مثلا کاراکتر جدید نباشه، کی میتونه باشه؟ بعد مثلا یکی از پاسیبیلیتی های ممکنه من فکر میکنم باشه تنگن ساماست. هم میتونه اون باشه و همین که اگه نباشه هم به نظر من این قضیه خیلی ربط به تنگن ساما داره، چون که تو فصل، یعنی تو همین فصل 2 این فصل اولش خیلی منشنش خیلی کردن، تنگن ساما رو منشن کردن و اینکه اگه مثلا اگه بدن نگیره آنستیبل و قدرتمند میشه که در حد خطرناک شدن قدرتمند میشه. فکر میکنم اتفاقاتی که در آینده رخ میده خیلی ربط به همین تنگن ساما داره وگرنه به همون نشون نمیدادن این رو، داستان تنگن ساما رو نشون نمیدادن. و احساس میکنم این وسط خیلی خیانت ها هم ممکنه رخ بده از بین استادای جوجوتسو، حتی مدیرای جوجوتسو، حتی بچهای جوجوتسو. میدونی چی میگم؟ تا الان مثلا ما خیانت ندیدیم ولی احساس میکنم قطعا خیانت باید وجود داشته باشه. یه چیز دیگه این تیکه سوال فانه. خب اگر فوجوشی نیستین و از این چیزا بدتون میاد یه چند ثانیه اسکیپ کنین جلو. چی بگی؟ اگر گتو و گوجو رو با هم شیپ میکنی، اگر میکنی این نمیکنی، اینا همشون پسرن. بزن جو پسر اوکی نیست چون پسر هم شیپ میکنن. نمیدونم که شما اگه شیپ میکنی یا حالا فکر کنید بهش، من نمیگم شیپ کنید، من میگم مثلا احتمال پاسیبیلیتیشو در نظر بگیریم. به نظرتون کتابه؟ اینا قطعا جواب نمیدن. اینا قطعا جواب نمیدن. بچه میشه لایک میکنه؟ لایک کنید و اینکه کامنت هم بذاریم لطفاً اگه دوست داریم. و چند وقته خیلی خوب داریم ساپورت میکنیم و این لذت بخشه. مرسی. قراره گریه کنی؟ نمیدونم بستگی داره، شاید احساسیشم. نارامی؟ آره دیگه. قبل از اینکه الان اوکیه. مال قبله یا یه توهمیه چیه؟ همجایی نیست که میخواست زندگی کنه؟ اون کجا گفت میخوام زندگی کنم؟ برم پول در بیارم گفت میخوام تا 40 سالگی کار کنم بعد بیکار شم. کجاست؟ توهمشه چون اذیته. آره توهمشه که ادامه بده. آقا خیلی حالش بده. همیشه حالش بده. نه امیدوارم مرگ نانامی مرگ خوبی باشه. محیطو من بدم میاد. این واقعا اصلا مرده الان. تو جایی که همیشه دوستش باشه. از نظر ذهنی اصلا اونجاست. ماریشو سودانا. آره من قراره گریه کنم. なんでもない海辺に家を建てよう。買うだけ買って手をつけてない本が山ほどある。今までの時間を取り戻すようにめくるんだ。疲れたな。そう疲れたんだ。تو رو که میبینم خنده میگیره گریه هم نمیگیره. خب به من نگاه نکن. ببین من حرفاشو درک میکردم بابت اینکه خسته است و ذهنش یه جا دیگه است. میدونی چی میگم؟ حالا من مثل این نیستم، من همچین دشواریایی تو زندگیم ندارم ولی منم دشواری دارم
و من کاملا به عنوان یک آدم ساده و که یه زندگی ساده داره اینو درک میکنم. های خدا. کنم نانامی کرکتریه که بیشتر از هر کرکتری دیگه میتونی باش ارتباط برقرار کنی. آره کاملا قابل درکه و میتونیش با همزاد پنداری بکنی. آقا میشه ایتادوری زود برسه بهش؟ اینه یه مش چیزای میدونم الان محیطو میاد اینه راحت میکشه. چرا دنیا هیچ وقت به آرزوات اهمیتی نمیده اصلا. وای نه تو فصل یکم میخواست باشه این کارو بکنه. نه الان تبدیلش میکنه به همونا. کسافه هم اول میخواست باشه. نه الان تبدیل شده. الان جلو صورت این کارو میکنه مثل همون دوستش که تو فصل یک این کارو کرد. آره همون دوستشه. دامه دا هایبارا. کم میشه کسافه. آتو وا تانومیماس. من از این متنفرم.なんだお前はなんだぞわしとでけえ声出さなくても聞こえてるよ. من تمام مدت منتظر این فایتر بودم ولی الان نمیتونم ازش لذت ببرم. فکر کنم اون دوستشونم کش. کی؟ دختره. آره فکر میکنم اون دختره مرد با اون، چون وقتی که نانامی از اون قوی تر باشه نصفش سوخته اونا مردن. چقدر دارکی. خیلی دارکی. آرک تمام نمیشه. と踏ん張りが効けば顔面を貫けたかな。 خدا ازت خدا که نه هیچی نمیسنده. این یه کاری کنه مویتو بمیره. دومین بار جلوی ایتادوری این کارو کرد. داره یه کسی رو که براش مهمه میکشه. گرممه. خیلی آدم بی ادعایی بود. خیلی بی ادعا بود. با زندگی نگاه خوبی تفاوت ما با نانامی اینه که حداقل حاضر ترین کاری رو میکنیم که دوست داریم. این چی میگم؟ صبر نکردیم مثل اون. بی درباره نانامی حرف آره واقعا یکی از بهترین کرکتراست. تو میتونی باهاش همزاد پنداری کنی چون اونقدر قوی نیست مثل گوجو، گتو یا سکونا. یه آدمیه که لباسش یک لباسیه که هر آدمی تو دنیا میتونه باش همزاد پنداری کنه. یه لباس ساده است مثل بقیه انسان. یه کار اداری میکرد برای اینکه در نهایت بتونه خودشو آزاد کنه و بعد دید تا لحظه مرگ آزاد نشد. دنبال پول بود. میگفت من تا 40 سالگی کار کنم، هر روز مثل سگ کار کنم، پول جمع بکنم که بعد بتونم اونجوری که میخوام. آره این آرزوی همه ماست. و بعد اینکه
هیچ وقت فرصت نکرد اون آرزوشو انجام بده. قرار نیست همه فرصت کنن آرزویی که دارن رو زندگی کنن. و همه چیزا متنفر بود. یعنی میدونی چی میگم؟ از اون کاری که میکرد، چه تو اون اداره بود متنفر بود، چه وقتی که تو جوجوتسو بود متنفر بود. مثل ما بود. خیلی مثل ما بود. خیلی شبیه انسان واقعی بود و خسته از هر مزخرفی. ولی باز هم کار درست رو میکرد. باز هم تصمیم درست میگرفت. واقعا یکی از بهترین کرکترها بود. کرکتر اصلی نبود، کرکتری نبود که اسکرین تایم زیادی داشته باشه، ولی واقعا کرکتری بود که خوب نوشته شده. اینی کسی که گریه نمیکنه گریه کرد و این خیلیه. اگه دوربین نبود خیلی بیشتر گریه میکردم. میدونی سوکی، آدمایی که سادن، زندگی ساده‌ای دارن و بی ادعان، خیلی منو یاد خودمون میندازن. منو یاد مسیری که هممون داریم میریم میندازن. و وقتی که میبینی واقعیت رو که نه عدالتی وجود داره و نه زمانی که به تو پرامس شده که داده بشه، چون واقعا اینجوری نیست. قولشو ندادن که بهت میدن این زمانو. بعد میدونی خودمون نمیخوایم که اینجوری زندگی کنیم، مجبورمون میکنن که اینجوری زندگی کنیم. نمیگم 100%، ولی تا یه حد زیادی. من واقعا به نظرم هیچ چیزی ناراحت کننده تر از یک همچین زندگی نیست. هیچ چیزی. زندگی ناراحت کننده تر از این نیست که آرزوهات، میدونیم که چشماتو ببندی که آرزوهاتو ببینی و بمیرن آرزوهات. یعنی من با تمام وجودم اینو حس میکنم که تو برای این که حال خوبی داشته باشی مجبور بشی چشماتو ببندی به جای اینکه دور و برتو نگاه کنی. دقیقاً آهنگ گوش بدی، فیلم، سریال، آهنگ گوش بدی. اینکه اینقدر دور و برتو دوست نداری که داری تو ذهنت زندگی میکنی، داری توی مغزت زندگی میکنی. هر چقدر بگی من ادامه میدم، واقعا ادامه میدی، ولی به سختی با درد ادامه میدی، همون جوری که نانامی داشت ادامه میده. واقعا زندگی به هیچ کدوممون هیچ عدالتی، چرت و فرصتی نمیده. اصلا فرصتی وجود نداره. هیچ قولی به تو نداده که فرصتی به تو بده. اگه تو خیلی خوششانس باشی، آدمی باشی که توی خانواده‌ای به دنیا بیای که روشنفکر باشن، که بذارن کاریو بکنی که دوست داری، ممکنه در خارج از محیط خانواده آدمی باشه که به راحتی آزادی تو آرزوهاتو ازت بگیره. یعنی همینه واقعا. اینو تجربه کردیم. مثلا الان ما در حال حاضر اینجایی، ولی چون تو ایران زندگی میکنی، چون تو خاورمیانه زندگی میکنی، میدونیم هر آن امکان داره که دفعه بعد نباشی. یعنی این دیگه واسه همون جزء لایف استایل عادی شده. هممون داریم با چشمای بسته زندگی میکنیم. هممون مثل نانامی داریم زندگی میکنیم. دنبال پولیم، هم دنبال پولیم، هم دلمون میخواد کارایی بکنیم که دوست داریم. الان مثلا این کاری که ما داریم میکنیم پولی نداره، ممکنه هیچ وقت هم پول نداشته باشه، ولی الان چون در کنار هم هستیم حس خوبی داریم، کمی احساس میکنیم مثل نانامی داخل اون جزیره هستیم. خیلی سخته. من کرکترهای زیادی از جوجوتسو دوست دارم، ولی قطعا نمبر وانم نانامیه. من با هیچ کرکتر انیمه‌ای تا الان مثلا توی اتک گریه نکردم، ولی میدونین چیزی که بیریا و بدونه، ببین هدف نجات دنیا رو نداشت، هدف بزرگی نداشت، فقط میخواست زندگی کنه اونجوری که دوست داره.
دور از هر بولشتی. دور از هر بولشت. این دقیقا آرزوی منه که دور از هر چیزی، ولی داری میبینی که نمیتونی زندگی چون یه نفر به همین خودخواهی اینه که داریم میبینیم زندگی رو ازت میگیره. میتونه خانوادت باشه، میتونه نزدیکت باشه. اصلا ما به عنوان جوونایی که تو ایران هستیم، من میدونم مخاطبمون هممون همسن سال هم دیگه، اصلا تو نمیتونی رو پای خودت بیستی و بگی که اوکی من میتونم یه خونه اجاره کنم و فلان کار و بهمان. اصلا بهت شانس این که تو بتونی زندگی که دلت میخواد بسازی اصلا بهت نمیده. ولی مجبوریم ادامه بدیم، هممون امید داریم که شرایط بهتر بشه، برسیم به اون آرزومون. دقیقا همین امید به آرزو بود که نانامی رو با اون ادامه میداد. هم الان که داشت مبارزه میکرد و هم زمانی که کار میکرد و اون کار اداری رو دوست نداشت. به افتخار نانامی. میگن سکوت کنید. به افتخار نانامی 15 ثانیه سکوت میکنه. فلانم در فلانت دهنت مویتو ازت متنفرم. چرا احترام نذاشتی بهش؟ الان احترام 1 2 3 چند تا شد؟ نمیتونی منو شکست اونم پارش، یعنی یه جور پارشی که ما داخل کنکور پارش شدیم. ما تو زندگی پارش شدیم. چقدر رو اعصابه، خیلی رو اعصابه، رو مخمه. داستان داره جذاب. خیلی لیاقتشو داشت که با پایی که بره تو صورته. بیشتر تو رو خدا بیشتر بزنش. آخه ایتادوری قدرتمنده. ایتادوری خیلی قدرتمنده. فکر کنم بر همین بدن سکون رو میتونه تحمل کنه. آره. ولی تکنیک ایتادوری چک و لگده. من نمیدونم چیه. بزن سرشو. چی بسی. مرض عوضی نیاز به فوش دارم، نیاز به یه سری فوشا دارم که بتونم راحت خودم خالی کنم. مرض عوضی. کسایی که مویتو رو دوست دارن آنفالو کنن، سابسکرایب نکنین درست دقیقا. کسافه شد. ایتادوری باید بکشتش. ببین 2 بار به فاک داد ایتادوریو جلو چشمش کسایی رو که دوست داشت. اگه ایتادوری نکشتش مرد نیست. اینو کات کنم چیزمون میکنه. مریضه. چجوری میتونه بکشه؟ احساس میکنم ایتادوری واسه کشتن موهیتو زیادی خنگه. نه؟ ちょっとさ想像力足りてないんじゃない？やめろ。 کار عوضی اصلا لازم نداره این کارو بکنه ها. مریضه. خود اذیتش کنه. 構えてごらん。 چی شد؟ お前は地上を適当に呼んだら戻ってこいよ。言わなくても分かってるって。そりゃそうか。 یکی دیگه داره. آره. آقا من میخوام بدونم این دقیقا چه نسبتی داره با ایتادوری. این قبل از این بود که به چخ بره؟ آره اصلا قبل از اینه که فکرم گوجو برسه. یعنی مقابل کیه؟ 俺さっきまであの辺うろついてたんだよね。 継ぎはぎ یکیش اینجاست. うちのバカにちょっかい出した نابارا عمرن بتونه در برابر این لعنتی
یکیش اون وره یکیش الان این این وره. اصلشه؟ نمیدونم یعنی اصلا شاید نه، دوتاش یعنی اصلشه. حاجی این عمرن بتونم پس هیچ محیطو کدومشون بر نمیتونه بیارن. مگر اینکه مثلا این سکونو یه کاری بکنه. شاید اگه دوتاشون همزمان با اون رو بکشن بین بره. この女の死体を晒して نه. 虎杖裕二の魂を折る گفت یه کارت دیگه دارم پس اینو کشته. کارت آره. بعدیش اینه، اینو میخواد آره. بندازه جلوش. مسلمون کریم تو مسلمون نیستی. بزن بعدی. چی بزن بعدی؟ خب حرف زیاد زدیم در مورد این قسمت. بیا حرف بزنیم. ببین اگه با این تقسیمی که شده خب ما الان نمیدونیم که همزمان داره میجنگه. نه فکر نکنم. شاید اون کارتی که گفت همون کارت تقسیم شدنش بود. آره شاید. خب این میتونه همزمان باشه و اگه همزمان باشه حتی اگه ایتادوری موفق بشه اون موهیتو رو بکشه باز موهیتو زنده اگه است. همزمان باشه این دختره خب اونجا آتیش گرفته بود. نه این دختره آتیش نگرفته ها اون بود. دوستشون بود. اون این سبزه بود. این ناباراست. این با اون دختر کتیه فرار کرد رفت بعد اینکه نانامی نجاتشون داد. خب اگه همزمان باشه که احتمالاً همزمانه چون دوتاشون با هم فرار کردن این الان تازه بهش رسید. آره. بهش گفت که تو داری فرار میکنی. این یکیش داره با ایتادوری میجنگه یکیش با نابارا میجنگه. دوتاشون با هم موفق شن هم بکشن همزمان اونو. ولی یه چیزی این خودشو نصف کرده قدرتاش هم کمتر میشن. وقتی که اون آتش فشانی مرد اون تو اون دنیا بهش گفتن که موهیتو داره قدرتمندتر میشه. خب من فکر میکنم نصف کرده که شانس زنده موندنش رو هم زیاد بیشتر بکنه و از طرف چون که خیلی غرور داره به خودش شاید فکر میکنه میتونه. آره میتونه مثلا از پس دوتاشون بر بیاد. آره و الان میخواد این دختره رو بکشه. اگه بکشه و ببین اگه دقت کنی میخواد ایتادوری رو آزار بده چون گفت من اینو میکشم بعد میبرم میندازم جلوی ایتادوری. یعنی اولم نمیخواد ایتادوری رو بکشه. نه از ایتادوری متنفره. یعنی داره خب نانامی هم همین کارو کرد دیگه. این فقط نمیخواد ایتادوری رو بکشه میخواد اذیتش بده. چون ببین میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ایتادوری آدم خیلی احساساتی هست. خب و وقتی که آدم وقتی احساساتی میشه خوب نمی جنگه. اصلا میخواد عصبانیش کنه. خب همون دیگه اینا هم ایتادوری رو میشناسن میدونن که چجوری میتونن اذیتش کنن و کنترلش بکنن. میدونی چی میگم؟ آره. مثلا همین از عمد میخواد اینو توی موقعیتی قرار بده که خوب تصمیم نتونه بگیره. خب تو قسمت بعد فقط نبرد فکر میکنم این دوتاست. به نظر چی میشه؟ به نظرم موهیتو باید یه بلای دیگه سرش بیاد به خاطر اینکه واقعا دیگه خیلی طولانی میشه و من اعصابم از دستش خیلی خورده. از من تو قسمت بعد باید ایتادوری موفق بشه که موهیتو حداقل یه کاری بکنه. به خاطر اینکه تو نبرد قبلیش هم به اون پسر شکست خورد. اگه سکونو نبود نجاتش نبود از طرف دیگه سکونو هم به اندازه کافی عصبیش کرده و این میشه نبرد چندمین بارشون. اینجا دیگه ایتادوری باید موفق بشه که یه کاری بکنه وگرنه داستان یه جوری میشه. اصلا خودکن میشه دیگه. اصلا آره. پلی کن.